در زمان حضرت موسی خشکسالی بزرگی رخ داد. آهوهایی که در دشت بودند خدمت حضرت رسیدند و گفتند ما از شدت تشنگی در حال مرگ هستیم، از خداوند درخواست باران کن. موسی رو به آسمان دعا کرد. خدا به موسی وحی کرد هنوز وقت باران نرسیده. موسی نیز همین پاسخ را به آهوها داد. یکی از آهوها تصمیم گرفت به بالای کوهی برود و با زبان خودش از خدا درخواست باران کند. به دوستانش گفت اگر با شور و هیجان برگشتم بدانید که درخواست ما قبول شده و به زودی باران میبارد. آهو به روی کوه رفت و از خدا درخواست باران کرد و خدا همان پاسخ قبلی را داد. آهو ناراحت شد، اما هنگام پایین آمدن چشمش به چشمان دوستانش افتاد و تصمیم گرفت برای شادی و امیدواری دوستانش با شور و هیجان به پایین بیاید. آهو با خود گفت دوباره به خدا توکل میکنم و تا پایین رسیدن هنوز امیدی هست. زمانی که آهو به پایین کوه رسید باران شروع به باریدن کرد. موسی به خدا معترض شد و خدا پاسخ داد من همان جوابی را که به تو دادم به آهو دادم، اما آهو دوباره به من توکل کرد و با امید به سوی دوستانش بازگشت و من نتوانستم امیدش را ناامید کنم. یادمون باشه اگه به خدا توکل کنیم